آقا اومدم یه صحبت دلی بکنم با تمام داداشا و آبجام، همون اونایی که چند روزه پست و استوری گذاشتن از جنگ جنوب. دم تک تکتون گرم. من خودم بچه اهوازم، بچه جنوب، دارم شب و روز بمبایی که داره رو سرمون میاد دارم میبینم. عشقم نیا بگو که جنوب سفره یه ملت رو حساب کرد. نه فرات بشم، اینجوری نیستش که هرچی بوده دوگی بین همه ملت ایران بود. جنگی اگر هست واسه اصفهان و یزد و شیراز و تهران و سیستان بلوچستان و تبریز هم هست. همون بچه همه مرد، همون بچه ایران. عشقم نذار با کلمات تفرقه دخته بگم. مردم جنوب درست تو سختی نا ولی نه بی غیرتنات. اون زمانی که انگلیسی حمله کرده رئیسلی تو سینه‌اش ویسی، رئیسلی هم تندروبی که اومد جلو انگلیسی الویسا و پاشون مبارزه کرده. بابا مال غیرتش بیدا. ما هم میدونیم جنگ بده، آوارگی داره، خسارت داره، گیرونی داره، کشته داره، ولی ادامهش هم بگیم جنگ نکنیم چه کنیم؟ مگه ما با آمریکا تفاهم نکردیم، توافق نکردیم؟ آمریکا چه کرد؟ وسط مذاکره حمله کرد. ما اینجا موشکای این ترامپ لامصب رو تحمل میکنیم، ولی از شما یه جواب دندون شکن میخوایم بهشون بدیم بیشرفا. خدا ما اینجا عذاب میبینیم ولی افتخار میکنیم به ایران بودنمون. اینجا ایرانه نه اهواز. ترامپ حرومزاده، ما نه از موشکات میترسیم، نه از جنگندهات میترسیم، نه از بیدوت میترسیم. ما ایرانیم با افتخار فریاد میزنیم تا جهانی صدام را بشنوه. اینا میبینی یه تیکه خاک این سرزمینه. والله اگه مجبور بشیم از این خاک بخوریم این خاک رو تسلیمت نمی‌کنیم. فکر کردی 4 تا بی وطن فراری واسه دم تکون دادن از اون سر دنیا بلند میشین اینجا واسه ما تعیین تکلیف میکنید؟ پر از اسکندرها بپرس ما چطور مقاومت میکنیم. ما اگه قرار بود با کشتن کودکامون تسلیم حرومزاده‌هایی مثل تو بشیم که تسلیم صدام میشدیم. پر ازشون بپرس ببین ما چجوری مقاومت میکنیم. والله تسلیمت نمیشیم. از زمان پرتغالی تا الان هر حروم لقمه ای خواسته پاشو بذاره تو خاک وطن، خصوصا جنوب، فقط پاش باقی مونده. اینجا تو به تنفوریشی نکن، جنوب استانیتان رو نمیخواست.